تا حالا فکر کردی اگه میتونستی فقط 1 دقیقه آینده رو ببینی چه کار میکردی؟ من آرین هستم، یه پسر معمولی. یه روز گوشیام روی میز بود و ناگهان صفحاش روشن شد. دیدم خودم رو که دارم لیوان آب رو برمیدارم. به ساعت نگاه کردم، هنوز 1 دقیقه تا اون لحظه مونده بود. چند ثانیه بعد همون اتفاق افتاد. اول فکر کردم تصادفیه، اما دوباره امتحان کردم. این بار قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته، آینده رو دیدم. حالا میدونم که میتونم 1 دقیقه از آینده رو ببینم. این قدرت زندگیام رو به کلی تغییر میده. حالا سوال اینه، آیا از این قدرت به درستی استفاده میکنم یا نه؟ آرین حالا مطمئن شده بود که این قدرتش تصادفی نیست. تصمیم گرفت امتحانش کنه. قبل از اینکه معلم اسم کسی رو صدا بزنه 1 دقیقه به آینده نگاه کرد. اسم خودش بود. سریع جواب سوال رو آماده کرد و وقتی معلم اسمش رو صدا زد جواب رو درست گفت. بعد از این موفقیت سراغ چیزهای بزرگتر رفت. قبل از اینکه اتوبوس برسه دید کدوم صندلی خالی میشه. قبل از اینکه دوستش توپ رو پورت کنه مسیر توپ رو دید. همه چیز عالی پیش میرفت تا اینکه تصمیم گرفت آینده 1 اتفاق مهم رو ببینه. چشمهاش رو بست و 1 دقیقه جلوتر رو دید. اما این بار تصویر آینده اصلاً شبیه چیزی نبود که انتظارش رو داشت. خودش داشت از چیزی فرار میکرد. ناگهان تصویر قطع شد. حالا باید بفهمه این چه معنایی داره. آرین ماتش رو برده بود و همه چیز عالی به نظر می رسید. اما 1 دقیقه بعد از چیزی فرار می کرد. چشمهاش رو بست و تصویر وحشتناکی از ورود به خونه به ذهنش اومد. وقتی چشمهاش رو باز کرد، ساعت روی دیوار فقط 60 ثانیه رو نشون میداد. یعنی چی؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟ همین لحظه صدای افتادن چیزی از اتاق کناری به گوشش رسید. برگشت و هیچ کس نبود. فقط 1 کاغذ روی زمین افتاده بود. جمله‌ای که روش نوشته شده بود، آرین رو به شدت ترسان. تو نباید آینده رو میدیدی. این جمله دقیقاً همون چیزی بود که در تصویر آینده دیده بود. حالا سوال بزرگترین بود، چه کسی از قبل میدونست آرین قراره آینده رو ببینه؟ این سوال توی ذهنش چرخید و ترس و کنجکاوی رو با هم ترکیب کرد. آرین هنوز به نوشته روی کاغذ فکر میکرد. تو نباید آینده رو میدیدی. همین لحظه گوشیاش زنگ خورد. شماره ناشناس. جواب داد و سکوتی سنگین برقرار شد. صدایی گفت آرین فقط 1 دقیقه وقت داری. تماس قطع شد. چه معنایی داشت؟ کنجکاویاش تحریک شد. دوباره چشمهاش رو بست و تصمیم گرفت 1 دقیقه از آینده رو ببینه. این بار خودش رو وسط 1 خیابون دید. ناگهان ماشینی از جلوی او رد شد. اما عجیب‌ترین قسمت این بود که 1 نفر از دور به سمتش نزدیک شد و چیزی توی دستش گذاشت. تصویر ناگهان قطع شد. آرین چشمهاش رو باز کرد و متوجه شد. این اتفاق قرار بود فقط چند ثانیه دیگه بیفته. حالا باید تصمیم می‌گرفت. آیا باید کاری بکنه یا فقط نظاره‌گر بمونه؟ چند قدم عقب رفتم. حالا دقیقاً میدونستم چه اتفاقی قراره بیفته. چند ثانیه بعد همون مردی که در تصویر دیده بودم از دور ظاهر شد. به دستش نگاه کردم. 1 گوشی کوچک داشت. بدون هیچ حرفی گوشی رو به من داد و رفت. صفحه گوشی رو روشن کردم. فقط 1 ویدیو داخلش بود. ویدیو رو باز کردم و چیزی که دیدم باور کردنی نبود. خودم نشسته بودم و مستقیم به دوربین نگاه می‌کردم. اما تاریخ و ساعت ویدیو برای فردای همون روز بود. به صفحه خیره شدم. صدای خودم از ویدیو پخش شد. اگر این پیام رو می‌بینی، یعنی قدرتت دیگه فقط 1 دقیقه نیست. این جمله توی ذهنم چرخید. حالا باید بفهمم چه اتفاقی قراره بیفته. چند بار ویدیو رو عقب و جلو کردم. صدای خودم رو میشنیدم، اما تاریخ ویدیو عجیب بود. فردا. دوباره چشمهام رو بستم و قدرت رو امتحان کردم. این بار به جای 1 دقیقه، تصویرهای بیشتری دیدم. 1 ساعت بعد، 1 روز بعد و حتی چند روز بعد. فهمیدم که قدرتام تغییر کرده. حالا میتونستم آینده دورتر رو ببینم. ناگهان در یکی از تصاویر، خودم رو در اتاقم دیدم. روی میز همون گوشی بود. گوشی رو برداشتم و گفتم این آخرین باره که آینده رو میبینم. تصویر تموم شد. اما بعد به خودم گفتم پس چرا باید متوقفش کنم؟ چند لحظه سکوت کردم و بعد تصمیم گرفتم آینده رو برای آخرین بار نگاه کنم.
اما چیزی که دیدم اصلاً انتظارش رو نداشتم. چشمهامو بستم و برای آخرین بار به آینده نگاه کردم. این بار نه چند دقیقه، بلکه سالها جلوتر. توی همون اتاق، همون میز، همون گوشی. اما همه چیز ساکت بود. گوشی رو برداشتم و ویدیو رو پخش کردم. تصویر خودم رو دیدم که فقط یک جمله گفت: اگر این تصویر رو می‌بینی، دیگه به آینده نگاه نکن. چشمهامو باز کردم. ساعت اتاق متوقف شده بود و گوشیام هم کار نمی‌کرد. چند ثانیه بعد، ساعت دوباره شروع به حرکت کرد. نفس راحتی کشیدم. اما ناگهان روی صفحه گوشی یک پیام جدید ظاهر شد. آینده تغییر کرد. تعجب کردم. بعد پیام دوم اومد: حالا تو باید تصمیم بگیری چه اتفاقی بیفته. و صفحه خاموش شد. داستان اینجا تموم شد. یا تازه شروع شده بود. تصمیم با من بود.